دوستان سلام. میگم دقت کردین؟ این روزا نظام ولایت دوچار تکرر رزمایش شده. جدی میگم، یه مدت همش دنبال رزمایش و مانور و این حرفاست. از یه طرف میشینه و پا میشه از خاطره 9 دی میگه و رزمایش گله های بسیجی برای کوف کردن ساندیس. در آستانه روز 9 دی، روز بصیرت و تجدید میثاق ملت با ولایت قرار داریم. روزی که مردم بصیر و ولایت مدار ایران اسلامی با حضور کم نظیر خود در صحنه بساط فتنه آمریکایی صهیونیستی 88 را جمع کردند و مشت محکمی بر دهان این خائنان وطن فروش زدند. فتنه ای که دشمنان را امیدوار کرد و قلوب مردم متدین و شهید پرور ایران سرفراز را جریحه دار کرد. از اون طرف سنگ حق بازی عظما تو مراسم 40 امسالو به سینه میزنه و با کلاشی میخواد پیاده روی زائران کربلا رو نقد کنه تو جیب گشاد خودش. 40 را پشت سر گذاشتیم. پیاده روی زائران جهان اسلام در 40 امسال بیش از گذشته وحدت جهان اسلام حول محور اهل بیت علیهم السلام را ثابت کرد. به تمامی زائران و دستاندرکاران و خادمان این زوار دست مریزاد میگوییم. از اون طرف واسه زائرای مشهدم یه نقشه‌ای تو همین مایه ها کشیده و یه دادار و دودوری راه انداخت که بله، عاشقان ولایت رفتن مشهد و ال کردن و بل کردن. حالا همه اینا یه طرف، رزمایش دوغکی سرشیر سرتشتگان تحت امر عظما هم یه طرف. این یکی دیگه آخرشه. 4 تا لگن رو به اسم رزمناو جا زدن، بعدم تیویریشو پر کردن از جنگولک بازی. پهپادهای دشمن فرضی منهدم شدند. تجهیزات جدید یا قطعاتی که خودمون ساختیم دقیقاً اینجا را مورد مطالعه، بهره برداری و تست و آزمایش قرار میدیم. بله، خلاصه این که عظما تو این وضع درام جفت پا رفته تو کار کمدی درام. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آقا علت این تکرر رزمایش تو نظام ولایت بالاخره چیه؟ علی گدا چه مرضی گرفته که اینقدر به جمعیت و داد و قال و این حرفا نیازمند شده؟ ورق پاره حکومتی حمایت یه جوابی به این سوال داده. بی زحمت خودتون موشکافیش کنید. در مقطعی که در بحث مذاکرات هسته‌ای با دشمنان خود درگیریم، در زمانی که در حوادث عراق و سوریه با چالش‌های امنیتی روبرو هستیم، در برهه‌ای که در تعیین سرنوشت سیاسی لبنان به صورت مستشاری وارد نبرد شده ایم، در بحبوحه مباحث اقتصاد بین الملل به خصوص کاهش قیمت نفت، در تمام این عرصه ها اتفاقاً اکنون زمان قدرت نمایی به توطئه‌گران است. در شرایط فعلی لازم است و باید توانمندی های خود را به دشمنان جهانی خود نشان دهیم. تا اینجا رو خوب اومدی. بحرانای گریبانگیر نظام و همچی به صورت سرانگشتی خوب شمردی، اما حرف اصلی رو نزدی. توانمندی و اقتدار این حرفا که دوغه، خودت هم میدونی منم میدونم. اون دلیل اصلی رو بگو. این رزمایش یقیناً باعث قوت قلب ملت ما و دوستان ما نیز خواهد بود. آخه موشکاب دیگه چی بگه؟ خودش گفت دیگه، میگه مجبوری، میگه واسه سرپا نگه داشتن بسیجی های وارفته و دلواپسای وامونده راهی جز این ادا و اطوارا نداریم. اما حالا که تا اینجا اومدیم خوب نظر شیخ پری رو هم درباره این مانو بشنویم. هرچی نباشه رئیس دولت اعتداله. اگر ما در صنعتمون، در کشاورزیمون، در خدماتمون و به ویژه در کشاورزی، محصولات غذایی، امنیت غذایی قدرت ماست، اقتدار ملی ماست،
بعضیا فکر میکنن که موشک ما اگر بردش هرچه بیشتر بشه میشه اقتدار ملی. البته اونم اقتداره. نیروهای مسلح ما قدرت ما هستند، اقتدار ما هستند. ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی اقتدار ما هستند. قبول. اما اگر ما تو کشور ما انواع سلاح و امکانات نظامی داشتیم ولی برای گندم نیازمند بودیم به دیگران، برای جو نیازمند بودیم به دیگران، برای گوشت نیازمند بودیم به دیگران، برای روغن که گفتن ما فاصله هم داریم، تولید ما تا مصرف ما خیلی فاصله داره. در روغن، در شکر فاصله داریم ما. اگه همش دست ما دراز بود به بیرون میشه اقتدار. علی گدا تحویل بگیر، اینم از دنب کوسه. خودتو کشتی که یه رزمایش را بندازی، یه هارت و پورتی کنی، بعد هر چی باد کردی با یه سوزن زهردار میزنه بادکنک و میتره کنه. اقتدار تو به گن میکشه. راستی که باید گفت دشمنان نظام دینتونو در آوردن، دخلت هم در میارن. صبر کن میبینیم.